تصاویر تازه و عاشقانه سحر صفدری و موجی بارز در صفحات مجازی. افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی سحر صفدری و شایعاتی که گویا سحر از موجی جدا شده است حقیقت داشته است یا خیر. برنامه‌های باور نکردنی و با دور از تصور موجی بارز و سحر صفدری در عید قربان. سحر و موجی صاحب فرزند دیگری می شود. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سحر صفدری یکی از مجریان با استعداد، چهره شناخته شده و یکی از دختران با استعداد و پرتلاش در رسانه‌های افغانستان بود. شهرت و محبوبیت بسزای خودش را داشت. سحر صفدری در میان برنامه سازان در افغانستان چندین بار لقب‌های مختلف را از آن خود ساخت. وی نه تنها مجری بود بلکه برنامه هم می ساخت. سحر صفدری با موجی بارز در تلویزیون طلوع آشنا شدند و بالاخره آشنایی این دو به ازدواج مبدل شد. سحر صفدری با موجی بارز شوهرش در امریکا زندگی می کند و در آنجا هم به کارهای رسانه‌ایشان پرداخته است. چند قبل شایعات در صفحات مجازی نشر شد که سحر صفدری از موجی بارز جدا شده است، اما تمام این شایعات دروغ بوده است، حقیقت نداشت. این دو زندگی خیلی خوب و خوشی را در امریکا دارد و قرار است برنامه‌های عاشقانه ایشان در عید سعید قربان نشر شود. سحر صفدری با موجی بارز دارای یک فرزند هستند و در امریکا در کنار هم برنامه‌های مختلف برای تلویزیون جهانی عمومی سازند. من آرزوی موفقیت، خوشبختی، سعادت برای این هنرمندان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین برنامه ها از این دو مجری موفق و با استعداد کشور خود خواهیم بود. دوستان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سحر صفدری و موجی بارز به اشتراک بگذارید. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت زنگوله را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را بلای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.